سلام و خسته نباشی به دوستای عزیز. این الان فیلتر کردن یک مجموعه تاسیسات الکترونیکی است که الکتروموتورش و ما برای اینکه این سیستم مشکل داشت که و ما به جاش یه سیستم دیگه طراحی کردیم و راه اندازی کردیم. این کنترل ولتاژ 30 آمپره، اینم کنتاکتور 36 آمپر، اینم که ساعت فرمان، اینم سیمکشی‌هایی که هستش. جریان آمپری هم که میکشه 2 آمپره. همزمان این فنایی که هستش سریع شده